پادشاهان آمده جنگ کردند. آن وقت پادشاهان کنعان در تعنق نزد آبهای مجیدو جنگ کردند. لیکن هیچ مزد با نخره نگرفتند. از آسمان جنگ کردند. ستارگان از مدار خود با سیسرا جنگ کردند. نهر قیشون آنها را غرق کرد. نهر قدیمی، نهر قیشون، با تمام قوت ای جان من دشمن را پایمال کردی. آنگاه سمهای اسپان به سبب گریزی زورآوران وی زمین را کوفتن گرفت. میروز را لعنت کنید میگوید فرشته خداوند. ساکنان آن را سخت لعنت کنید، زیرا که به مدد خداوند نآمدند تا که خداوند را در میان بهادوران دستگیری نمایند. بگذار یائیل زنی حابر قینی بیشتر از زنان دیگر مبارک باد، بیشتر از همه زنان خیمه‌نشین مبارک باد. وی آب طلبید او شیر داد، در کاسه میران قیماق آورد. دست خود را به میخ دراز کرد و یمین خود را به پتک کارگران و سیسرا را ضربه زد. سری ورا کفانید، چکه ورا شکافته به زمین دوخت. وی پیش پایهای او کله خم کرد و افتاده خوابید. پیش پایهای او کله خم کرده افتاد. در جایی که کله خم کرد جان داده افتاد. مادر سیسرا از تیریزه نگاه میکند و از پشت پنجره فغان میکشد. چرا عرابه او در آمدن تأخیر می نماید؟ چرا چرخهای عرابه هایش درنگ می کند؟ خاتونهای دانای وی به وی جواب می گردانند. خودش نیز چنین سخنانش را برای خود تکرار می نماید. یقین است که آنها غنیمتی را یافته تقسیم می کنند، یک دختر دو دختر برای هر مرد. غنیمت لباس های رنگارنگ برای سیسرا، غنیمت لباس های رنگارنگی که گلدوزی کرده شده است، متاع گرانبهای دارای گلدوزی درویه که از گردن اسیران به غنیمت گرفته شده است. بگذار همین طور همه دشمنانت محو شوند ای خداوند، ولی دوستداران او بگذار مثل آفتاب باشند که با تمام قوتش طلوع میکند و زمین 40 سال آرام یافت.